من در یک مجلس بودم، یک جنرال صاحب آمد. خب ما گپ میزدیم، یک دفعه جنرال ها کردیم سال از پنامکاری گپ هستم که آمد 6 بادیگارد ها 4 گردشم تو گفت که خود چطور است؟ عاجل سیگرت کشی. گفت مولوی صاحب مرا دید که همونجا لنگی دارم نیستش، اجازه باش سیگرت. گفتم اجازه نیست. گفت که چی؟ اجازه نیست؟ گفتم نه اجازه نیست. گفتم حرام است، حرام، دخانیات، دود. رسول الله هم حدیث نهى عن کل مسکر و مفتر، از هر چیز نشاور سستی که میاره یه خبیث است، چیزی مخدرات است، مواد مخدر است. گفتم یک پودر یک نمیشه دیگه نمیشه دیگه. گفتم اگه تو سیگرت بزنی ما دلبرد میشیم اینجا، مجبور ما از اینجا فرار کنیم. یکی حرام است، ما اجازه داده نمیتونم حرامه بگم حلال. دیگه اگه سیگرت بزنی مجبور ما از اینجا برایم، دلبرد میشیم، ما گنگس میشیم، سر ما خراب میشه. یک دانه سیگرت در دستش همین تو ماندم، مجلس سعی میکنم من دیگه پای ما ادامه دادم. پس ماندش دم خیس و چت خیس قار تیستی. صاحب خانه آمد چی شد؟ جنرال صاحب. گفتم میگه والا اینجا پرسان کرد که گوشت مرغ است، گوشت گوسفند نیست، قار کرده. بده از پشتش نه کتی بادیگاردا پیشی از پشت. ای که والا یک میمان قوی داشتم قار کردن. بده من گفتم برو دیگه. نه یعنی سعی کنین اونجا که من میگفتم دیگه مولوی باش چی میگه؟ جنرال صاحب سیگرت نوش جانه سرش تا نه وشکده باشی. یک تا برات میگه که چرس جاده نه وشکده باشی، حرام است کل مسکر، هر چیز نشاور حرام است. چرسیستی برای از خانه ما در خانه چرس نزنی. حتی یکم تا نسوار نه توفدانی در خانه خود میمان، نامزور گلدانی مانده، او مرداردانی است. نه گلدانی میگه گلدانی را بیار. نه نمی بسیار خوب است که توفدانی، مفدانی، گلدانی، مرداردانی را در خانه نما. میمان که نسوار ازت اولش خارشو بگی بسیار چیز بد است، ردش کو. خب باز اگر دادانش نسوار ما کجا توف کنم بگو برای در تشناب برو. از اموجا تا اموجا باید به تکلیف شود. خب تا تشناب که برم دان در مرداردانی خدا در مرداری پرتم یه ذره مرداری هم بوی کنم، بعد از او باز میفهمه که اوه چطور است. متوجه شدین؟ پس ما و شما مردم چی کنیم؟ حتی نسواردانی را اجازه ندین، زیرا گناه است.